سلام، لطفاً این ویدیو رو ببینید که هدفگذاری اسرائیل این خلع اصلاح کامل جمهوری اسلامی هست. همه را در حال هدف گرفتن هست. طبیعتاً در بخش هسته‌ای به باور من پلن نهایی اسرائیل این هست که وقتی همه ابزارهای آفندی و پدافندی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد، بعد از اون بتونه کماندوها رو در واقع در بخش‌های مختلف پیاده بکنه و به طور کامل همه ابزار هسته‌ای رو از بین ببره، از جمله فورد و اینها. چیزی که در دیده میشه این هست، یعنی به هر در واقع آشیانه پرنده حمله میکنه و همه هواپیماهای جنگنده‌ای که میتونن بیان بر آسمان مزاحمت ایجاد کنن، بسیار عقب‌ترن از نسل‌هایی که در واقع اسرائیل در اختیار داره، اما میتونن ایجاد مزاحمت بکنن، همه رو از بین میبره. اون چیزی که فقط مسئله اسرائیل زمان هست به خاطر تعداد محدود جنگنده‌ای که در اختیار داره، وگرنه ابزارش به طور کامل داره برای این کار و داره انجام هم میده. بسیار ضعیف‌تر بوده، بسیار ضعیف‌تر هست. مشخصه که در همون شب نخست تعداد زیادی از موشک‌های آماده شلیک روی لانچر منفجر شدند و اصلا امکان خیلی وسیعی هم برای یک طراحی یک حمله بزرگ هم نداره، برای اینکه شما باید بتونید در یک آرامشی موشک‌ها رو از سایت‌ها خارج بکنی، رو لانچر بذاری. زیر حملات اسرائیل طبیعتاً بسیار حملات محدودی میتونه طراحی بکنه، شبیه اون چیزی که در حالا کم کم میرسن به اون چیزی که شبیه حوثی‌ها یا حماس، حزب الله، گذاری اهداف استراتژیک سمت اهداف مسکونی رفتند که هدف گرفتنش راحت‌تر هست، تلفات بده، یعنی تلفات بگیرن اسرائیل به خاطر اینکه این تلفات بتونه اونجا ایجاد فشار بکنه، به سمت مراکزی میره که پدافندهای ضعیف‌تری دارن و تلفات بگیره و تعداد کمتری هم میتونه. هر چقدر هم که از امروز دور بشیم، در واقع سطح حملات جمهوری اسلامی کمتر هم خواهد شد، یعنی موشکاش تعدادش کمتر خواهد شد چون از بین میره، ذخیره‌اش تموم میشه. یه آدم چقدر باید بی‌شرف، وطن فروش، بی‌ناموس باشه که اینجوری در مورد مملکتش حرف بزنه؟ یه آدم چقدر میتونه حقوقی که میگیره یه جایی رو بزنه توی خون هموطنش و ببره به زن و بچه‌ش بده؟ و حالا خب شما مخالف جمهوری اسلامی هستین، با بالاخره بی وطن که نیستین، یا از یه بطه به عمل اومدین، وطنتون اینجاست. انقدر شما بی وطنین که اینجوری در مورد کشورتون حرف میزنین. حالا برفرض که حکومت جمهوری اسلامی ایران فردا رفت، شما میخواین بیاین اینجا حکومت کنین؟ شما که از الان واداده این، وضعیتتون معلومه. یعنی تو تلویزیون اینترنشنال یه دونه مرد پیدا نمیشه بلند شه بگی آقا من مخالف جمهوری اسلامی ام، اما چون داره دروغ دون اینجا تحویل مردم داده میشه و در راستای جنگ رسانه‌ای اینترنشنال پرچمدار اسرائیل هستش، من دیگه اونجا کار نمیکنم. واقعا یه مرد پیدا نمیشه اونجا. یاد یک مسئله تاریخی افتادم. 1117 اگر اشتباه نکنم، وقتی محمود افغان بعد از 6 ماه محاصره اصفهان بالاخره موفق میشه حکومت رو بگیره دستش و نزدیک 20 سال تو ایران هم حکومت کردن افغان ها، هرچند که خیلی از مناطق بخشای شمال غرب و غرب ایران رو نتونستن تسخیر کنن. اما بعد از حدود 1 سال مستقر شدن محمود افغان در ایران، یک قوم اشرار و شروری مرتب حمله می‌کرده به زارعین و کشاورزان شرق منطقه خراسان. بزرگان و معتمدین اون منطقه نامه می‌نویسن به والی خراسان که از طرف محمود افغان به کار گمارده شده بود که آقا بالاخره ما داریم مورد هجمه و حمله قرار میگیریم و فعلا شما حاکم این مملکت هستید، یه فکری بکنید. اون اوایل که خب به این نامه‌ها ترتیب اثری داده نمیشه تا اینکه یکی دو تا از پادگان‌های نیروهای افغانی مورد حمله قرار میگیره و اینا مجبور میشن که عکس‌العمل نشون بدن. یه فردی بوده اونجا به اسم آتاخان. آتاخان از طایفه و تیره خودش یه تعداد نیرو جمع میکنه که همراه نیروهای افغان برای سرکوب کردن این قوم شرور عازم میشن. یه چند تا از علما برای آتاخان نامه می نویسن که تو اینقدر بی غیرت شدی که با کسی که ایرانی نیستش و به زور حکومت ایران رو اشغال کرده میخوای همراهی کنی. آتاخان خیلی جواب خوبی
به این نامه ها میده که در تاریخ ثبت مینویسه که برای من خاکم، مردمم و وطنم مهمه. حتی مخالف جمهوری اسلامی هم باشیم باید وطن دوست باشیم. یه دست به هموطنان ما مرتب ویدیو میگیرن متاسفانه. حالا در کشور اسرائیل بر خبرهای همین خبرگزاری خارجی اومده چند تا خبرنگار خارجی رو دستگیر کرده اسرائیل به خاطر انتشار ویدیوهای اصابت موشک‌های ایران. به شدت سانسور خبری میشه اونجا. چند بار اسمس فرستادن، اسمس تهدیدآمیز به شهروندانشون که از فیلمبرداری محل‌های اصابت موشک‌های ایرانی خودداری کنید. اما اینور خیلی راحت بعضی از هموطنان ما خیلی راحت ویدیو میگیرن، حتی بعضیاشون برای اینترنشنال هم میفرستن، برای سایر شبکه‌های خارجی هم میفرستن. یعنی این جنگ رسانه‌ای انقدر مهمه که صدای آمریکایی که ترامپ سخت و محکم وایساده بود و تلویزیون‌های وزارت خارجه رو در واقع صدای آمریکا رو تعطیل کرده بود، تو همین چند روز صدای آمریکا دوباره راه افتاده. این جنگ فیزیکی یه بحثیه، جنگ رسانه‌ای یه بحث دیگه. ما انتظار داریم که اسیر این بحث جنگ روانی نشیم. موشک‌های ایران واقعا داره آسیب میزنه، اما الان ببینید اتفاقی که افتاده، دارن مظلوم نمایی میکنن. یک خانم ظاهراً 25 ساله کشته شده، حالا چند نفر کشته شده، اونو دارن نشون میدن که این بی‌دفاع بوده. اما الان اونجوری که حالا خبرهای غیر رسمی هست نزدیک 400 نفر از هموطنان غیر نظامی ما مجروح و کشته شدن. خب چرا این بی‌وطن هایی که اونور نشستن اسم ایران رو یدک میکشن به اینا نمیپردازن؟ قطعا همه ما گلایه های اقتصادی زیادی داریم، ولی مطمئن باشین اگر برای این مملکت اتفاقی بیفته، تک تک ملت ایران آسیب این قضیه رو بیشتر از همین خواهند دید. اون بی‌وطن بی شرفی که توی اینترنشنال نمیدونم تو صدای آمریکا نشسته براش مهم نیست، اون باز این وطن رو میفروشه. اما ما مثل دهه 60 باید پشت نیروهای مسلح خودمون باشیم. ما نباید این جنگ رو ببازیم. ایرانیا باختم میدن. یعنی اون روز اول که اسرائیل حمله کرد، خب عصبانیت مردم ایران به خاطر این بود که چرا ما باخت دادیم، و وقتی که حالا موشک‌ها شلیک شدن خوشبختانه یه خورده این خشم فروکش کرده. از تک تک مردم ایران، مردمی که داخل کشور دارن زندگی میکنن سوال کنین، عمدتاً میگن که خب ایران باید اسرائیل رو شخم بزنه. و اینا هم در واقع خیلی هاشون شاید دلخوشی از جمهوری اسلامی ایران ندارن. من حرفم اینه مراقب این جنگ رسانه‌ای باشیم، فریب اینا رو نخوریم. و خب ایران بعد از اینکه غافلگیر شدن خوشبختانه بازیابی شد، به شدت داره به اسرائیل پاسخ میده و این پاسخ به جایی رسیده که ترامپ مرتب توییت میکنه باید ایران مذاکره کنه، انگلیس، فرانسه، ایتالیا مرتب زنگ میزنن که بیاین صلح کنین. اینا اینجوری هن. اینا امپراتور رسانه‌ای قوی دارن، اینا ذهن‌ها رو به سویی که میخوان میبرن. ما باید مراقب باشیم. تاریخ ثابت کرده که مردم ایران حاضر به باخت نیستن تحت هر شرایطی. مهم هم نیست که حاکمیت کیه، این یه مسئله داخلیه. منم نه سایبری هم، نه نمیدونم یه جایی پول میگیرم، نه. این یه بحثیه که در واقع بحث ارق ملیه، بحث وطن دوستیه. هیچ ایرانی حاضر نیست باخت بده و ما باید به شدت پشت نیروهای مسلح خودمون باشیم. از ارسال ویدیوهایی که به در واقع مناطقی در ایران اصابت میکنه خودداری کنیم. اینا از اسناد مهمی میشه برای در واقع شلیک های بعدی اسرائیل. از موشک هایی که شلیک میشه سعی کنیم توی فضای مجازی منتشرشون نکنیم، چون منطقه مشخص میشه و هدف بعدی اسرائیل قرار میگیره. چطور اسرائیلیا انقدر مردمشون رو تحت فشار قرار دادن، اینترنت رو قطع کردن، خبرنگار خارجی رو اخراج کردن و اجازه نمیدن کسی از محل اصابت موشک‌ها فیلم برداری کنن و خودشون در واقع گزیده منتشر میکنن، اونم برای اهداف خاصی. اما ما انقدر آزادیم که برای اینکه نیروهای مسلحمون رو تضعیف کنیم حاضریم اینترنشنال رو نمیدونم کجا و کجا فیلم بفرستیم.
یه برنامه اینترنشنال داره، نمیدونم صدای مردم، اینو گوش نکنین مردم، این دروغه، اینا خودشون هستن. من نمیگم نیستن، بعضی از مردم خب عصبانی هستن، یه ویدیوهایی میگیرن عصبانیتشون رو خالی میکنن، اما عمدتا خودشون هستن اینا، عمدتا از خارج از کشور دارن هدایت میشن. کلیات مردم ایران مردم شریف و تندوست هستن که حاضر نیستن تحت هیچ شرایطی به هیچ کشوری نه باج بدن نه باخت بدن. و این یادمون باشه ما تنهاییم. واقعا اگه تنها با اسرائیل ما جنگ میکردیم دیروز اسرائیل تموم شده بود، چون خبرها مرتب داره میاد، 330 های غول‌پیکر آمریکایی مرتب دارن تسلیحات میارن توی دفاع. اسرائیل، آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، اردن، عربستان و بعضی از کشورهای عربی دارن به اسرائیل کمک میکنن. از طرفی کمک اطلاعاتی میکنن، برخی پول بهش میدن. هرچند الان وضعیت اقتصاد اسرائیل خیلی تعریفی بهتر از ما نداره، اما دارن کمک میکنن که این اتفاق نیفته. شما تصور کنید تو این دنیای وحشی، تو این دنیایی که هیچ قاعده و قانونی نیست، ما تنهاییم، کسی رو نداریم. و اگه مراقب هم نباشیم و اگه حواسمون به هم نباشه و اگه به خاطر یه اشتباه، یه ویدیویی که توی فضای مجلسی منتشر میکنیم باعث بشیم که یه بیگناهی کشته بشه، حداقل به وجدان خودمون پاسخگو باشیم.